مرد آمد نزد حبیب خدا، پرسید ای حبیب خدا، در همین دین اسلام از همه عمل دیده کدام عملش پر ثواب است؟ حبیب خدا چی گفتند؟ تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. حبیب خدا گفت در اسلام بهترین عملش دو هست. گفتند یکی دادن طعام است، دوم سلام دادن از کسی را که میشناسی و کسی را که نمیشناسی. این بهترین عمل در اسلام است، دادن طعام، خیر احسان کردن، صدقه دادن، در خانه مردم فریاد و گویم آب و نان قد ضیافت دادن. این بهترین عمل اسلام است. و دوم حبیب خدا گفتند دوم بهترین عمل در اسلام سلام دادن است، کسی را که میشناسی و کسی را که نمیشناسی.